سلام، من سوسن هستم و اینجا قراره که گهگداری با هم کتاب بخونیم. شاید شما از اون دست آدمایی باشین که دلتون میخواد کتاب بخونین، ولی خب به هر دلیلی، حالا دانشجو هستین یا سر کار میرین، خیلی فرصتشو ندارین. من یه دسته کتاب دارم تو کتابخونه که بهش میگم کتابای آخر هفته‌ای، بر وقتایی که خیلی فرصت زیادی ندارم. کتابا خیلی کم حجمن و شما حتی اگه 6 روز هفته کار میکنین، فقط جمعه هاتون آفه، میتونین مطمئن باشین که اینا تو یک روز، نه 1.5 روز تموم میشن و خب لذت بخشه داستان کوتاه. امروز یک کتابی رو انتخاب کردم که با هم بخونیم به اسم عشق در 4 تابستان. عشق در 4 تابستان نوشته گریگور دولوکوره. این نویسنده، اگه اسمش رو درست بگم چون فرانسویه و اسمش یکم دشواره، از نویسنده‌های خوب معاصر فرانسه است. تعدادی جایزه ادبی مهم خود فرانسه هم برده. من اولین کتابی که ازش خوندم اسمش بود کلاف آرزوها. خیلی از قلم این نویسنده خوشم اومد. البته صادقانه بخوام بگم من به اون کتاب امتیاز بیشتر میدم، دادم یعنی تو گودریدزم، ولی تو لیست خودم. ولی خب به هر حال عشق در 4 تابستان زیباست به خاطر اینکه از نقطه نظرهایی میاد عشق رو بررسی میکنه که شاید کمتر تو کتاب‌های عاشقانه بهش پرداخته میشه. خود نویسنده توی مقدمه یک پاراگراف خیلی زیبا داره، میگه فیلمون و بوزیس در زمانهای دورتر خطاب به خدایی که میخواست پاداش مهربانیشان را بدهد گفتند خواستهشان این است که با هم بمیرند. وقتی به پایان زندگی رسیدند هر یک متوجه شد آن دیگری از برگها پوشیده شده است. بعد کم کم پوسته‌ای دور او را گرفت. آن وقت یکی از آنها به درخت بلوط و دیگری به زیفون تبدیل شد. اما این درختها تنها یک تنه داشت. آنها برای همیشه به هم پیوسته بودند. کتاب 4 فصل داره و هر فصلی اسم یک گله، همونطور که مشاهده می‌کنید. گل سرخ، روز پرپر، سنبل و روز، و هر فصل روایت عشق بین زوجین 15 ساله، 35 ساله، 50 ساله و 65 ساله. یعنی از اون تب و تاب و شور عشق اول شروع میکنه تا به عشقهای بی‌محابا و بعض وقتا چی میگن؟ خیلی شاید حتی بعضیا خیلی شر میدونن این عشقو تو میان سالی، و عشق خیلی آروم و با طمأنینه و پخته پیری از زوایای مختلفی میادش رو بررسی میکنه. همه اتفاقات توی ساحلی تو فرانسه اتفاق میفته به اسم ساحل لوتوکه و خب خیلی جالبه، برای من جالب بود. من تصمیم دارم که از هر فصلی یک کمیشو براتون بخونم، امیدوارم که خوشتون بیاد. فصل اول، گل سرخ. آخرین 14 ژوئیه قرن مرد بانکدار زن شاعر و دخترش را به ساحل دریا برد. ویکتور مرا به آنجا دعوت کرد. بعد از 2 ساعت راه با ماشین به لوتوکه رسیدیم. سد پر از آدم بود. 2 چرخه، اسکیت، اسکوتر، کالاسکه، 4 چرخه های توریستی، صدای جیغ، پشمک، انواع کرپ و شیرینی های عسلی که از آنها نوتلا میچکید. از تمام اینها خوشبختی با طعم شکر و بدون دغدغه آینده در خاطرم مانده. نوارهای ضد آفتاب، شنی که در هوا پرواز میکرد و چشم‌ها را میسوزاند، مرخصی‌هایی که حقوق آنها تمام و کمال پرداخت نشد، لرزه‌هایی از سر بی‌نوایی. در ساحل این طرف و آن طرف سرپناه‌های برزنتی برای محافظت در برابر باد علم شده بود. خانواده‌هایی تنگ هم نشسته بودند تا با وزش باد از جا کنده نشوند و وقتی آفتاب میرفت خود را گرم کنند. چند متر آن طرفتر چند بچه 7-8 ساله سطل‌هایی از چنه مرطوب پر می‌کردند تا با آن برج‌های کوچک، بارو و رویاهای پودر شدنی بسازند که به هیچ ستاره‌ای نمی‌رسید. آنقدر که تا مرز خستگی و خشمی پیش می‌رفتند که همه چیز را ریا می‌کرد.
آن دورتر چند عرابه بادبانی در دل آب به سرعت پیش می‌رفت و سوارهایی آرام به دنبال آنها روان بودند. نزدیکتر زوجی حدود 50 ساله با وقاحت و ولع نوجوان‌های ارضا نشده در برابر نگاه‌های ناجور و گاه رشوه‌آمیز پدر مادرهایی در همان سن و سال و نیز چند روح تنها با عشقی تمام عیار یکدیگر را نگاه می‌کردند. ما در ساحل مجاور خیابان لویزون بوم مستقر شدیم. زن شاعر حکم خود را اعلام کرد. اینجا خلوت‌تر است. بهتر می‌توانم کتاب بخوانم. بانکدار یک آفتابگیر بزرگ زرد روی شنها کاشت تا پوست ظریف همسر کتابخانه‌اش آسیب نبیند. بعد دو راحتی لیوان پارچه‌ای آبی را باز کرد که آن وسط حکم 2 برکه آب را داشت. دست آخر هم نشستند و ناگهان به 2 سالمند کوچک تبدیل شدند. زن به کلمه‌های کتابش چشم دوخته بود. مرد دریا را تماشا می‌کرد. نگاهشان دیگر با هم تلاقی نمی‌کرد. از توهم کنده شدنها آنها را با خود برده و خواستن را تباه کرده بود. من و ویکتور در حالی که جیغ می‌کشیدیم از آنجا دور شدیم. میریم یه دوری بزنیم. زود برمیگردیم. به طرف خلیج دویدیم، به سمت توده‌های شنی، جایی که بچه‌ها می‌توانند از جلوی چشم‌های مراقب فرار کنند. در آنجا نشستیم، با آهنگ و سرعت مشابه نفس می‌زدیم و من فکر می‌کردم روز موعود برای دل‌هایمان از راه رسیده. می‌لرزیدم. بعد کم کم نفس‌هایمان آرام گرفت. او گفت حواست هست که 6 ماه دیگه آخر دنیاست و شاید هممون تا اون موقع مرده باشیم؟ لبخندی زدم. شاید. آخر دنیا، آخر تو، آخر من، آخر شوخی ابلهانه پدرم با اسم کوچک من. تمام. به هر حال کسانی درباره این موضوع خبرهایی دادند. بعضی‌ها هم دارن خودشون را برای آخرین جشن شب سال نو آماده می‌کنند. مثلا توی یک صحرا. خیلی بی‌معنی است. به نظر من اینطور نیست. اگه آخر دنیا بود چیکار می‌کنی؟ کمی سرخ شدم. نمی‌دانم. من فکر نمی‌کنم آخر دنیا باشه. اینو میگی چون عاشق من هستی و اگر واقعا آخر دنیا باشه در واقع عاشق هیچی شدی. اصلا اینطور نیست. من با تو خیلی خوشبختم. ما در وضعیت فعلی هم خیلی خوشبختیم. قلبم از جا کنده شد. معلوم است که در آن لحظه دلم میخواست تو به من تعلق داشته باشی ویکتور. دوست داشتم تو را داشته باشم. دوست داشتم از انتظار درازم برایت بگویم. از دلم که با بهانه و بی بهانه میلرزید. از دستهایم که وقتی پوستم را لمس میکرد به جای خالی دستان تو میرسید. از انگشتانم که رویای تو را داشت. این رویای آتش‌آلود و ستمگر را، رویایی که گاهی واژگانی زنانه را القا می‌کرد، نوعی شور زنانه را. اما عاشقان بزرگ خجالتی‌های بزرگی هستند. دست آخر گفتم چرا؟ اگه آخر دنیا باشه آخرین چیزی که میخوام داشتنشه. اون وقت داشتن چی؟ تو. خنده ریز روشنی در وجودش به پرواز درآمد، مثل یک پرنده کوچک. دیگر از جایش بلند شده بود و میخندید. این که نشد آخر دنیا. بعد در حالی که مثل یک پر میزد پشت تپه شنی محو شد و من دلم میخواست گریه کنم. فصل دوم. روز پرپر. قیافه‌ام مثل زنهایی شده که همیشه کسی را که دوست دارند از دست می‌دهند، اما در یک بیمارستان کسی به این موضوع توجه نمی‌کند. جلوی دستگاه پرسر و صدای توی سرسرا منتظر نوشیدنیم ایستادم که دستی روی شانه‌ام می‌نشیند. ژروم، بیا توی اتاقم، قهوه خوب دارم. توی اتاقش اشک‌هایم بی پایان و سرد همچنان جاری است، آن هم در حالی که عشق مجنون 15 سالگیم در برابرم ایستاده، بی حرکت، ناتوان. او هم غرق شده. دست‌های ظریفی دارد، تقریباً شبیه دست‌های دخترها. یادت هست ژروم، نوازش‌هایت را، پوستم را، عطر آن. اشک‌هایم با دیدن لبخند پیرمرد گل سرخی بیشتر شده. حالا که فکرش را می‌کنم به نظرم میرسد لبخندش عاشقانه بود. ناگهان به دلم افتاده لبخند عاشقی، آرام یافته و ابدی است. به من که جز وعده و وعید و از دست دادن چیزی به خود ندیدم، جز دیدارهای تاریک و خشن، دیدارهایی که در آن وحشیگری زبانی مختصر و مفید بود. دیگر بدون درد چیزی حس نمی‌کنم. من بدون درد میمیرم. تو نگاهم نمی‌کنی، به چشم‌هایم نگاه نمی‌کنی.
زبان کارد را روی پوستم نمیبینی، داستانم را نمیخوانی، اندوهم را رمزگشایی نمیکنی، از خودت خجالت میکشی، از کسی که تو را به ژرم تبدیل کرد. بعد از این همه وقت دیگر حرفی برای گفتن نداری، چرا که دیگر اصلا عشقی در میان نیست، تنها اندوهی بیکران هست. هنوز نگاهم نمیکنی. ناگهان سرگشته به نظر میرسی. از تو یک دستمال کاغذی میخواهم. صدایم تو را از جا میپراند. بلند میشوم. رد پاهای واژه‌هایم را پاک و قصه‌ام را جمع میکنم. دیگر گریه نمیکنم. و این یعنی سکوت. روی میزش را مرتب کرد. قهوه ریخت. هنوز نگاهم نمیکرد. نباید به عشق‌های کودکی جان دوباره داد. باید آنها را همان جایی که هستند رها کرد. در تاریکی آسوده خاطره ها. جایی که وعده های آغاز شده، نوازش های خیالین و فراموش شده، نوستالژی پوست ها و عطرها. جایی که رویاهای دفن شده حالشان بهتر می شود و زیباترین قصه ها را می نویسند. قصه هایی که هیچ چیز تهدیدشان نمی کند. قصه هایی که هرگز اتفاق نیفتادند و از آنجا که بزدل ها هم خدایی دارند او را پیش کردند. پیرمرد مرده بود. ژرم با عجله بیرون رفت و من توی راهرو پشت در اتاق غریق گل سرخیم منتظر شدم. وقتی بیرون آمد رنگش پریده بود. پریشان به نظر می رسید. از او پرسیدم چه اتفاقی افتاده؟ گفت نمیدانم. هیچ عفونتی در کار نبود. همه چیز عادی بود. ثابت بود. باور کردنی نیست. فکر می کنم خودش را به دستان مرگ سپرده. به خاطر عشق. در این لحظه بود که هر دو فهمیدیم چه چیزی را از دست دادیم. فصل سوم. سامبول. در میان خاکستری یک روز غمبار، وقتی شوهرم دیگر کمتر به من ابراز عشق می‌کرد، با خودم حساب کردم به جز خنده ها، بچه ها و دیگر لحظه های دلپذیر 25 سال زندگی مشترک چیزهای دیگری هم دارد. بیشتر از 18,000 بار روشن کردن ماشین لباسشویی، هزاران ساعت اتوکشی، 1000 ساعت دیگر تا کردن لباسها، مرتب کردن، دوختن یک دکمه، پاک کردن یک لکه سرسخت، اطمینان از اینکه پیراهن مورد نظر برای جلسه مهم روز بعد هیچ عیب و نقصی نداشته باشد. 1000 برنامه ماشین ظرفشویی و دست کم 2 برابر آن دست و پا زدن برای گذاشتن بشقاب‌ها توی کابینت، لیوان‌ها، مرتب کردن قاشق و چنگال‌ها، برای ساییدن یک دیس، 10 دیس، 1000 دیس و دیدن دست‌هایم که رفته رفته خورده می‌شود. حس کردن اینکه گوشت انگشتانم به یک دستمال کاغذی بسیار نازک تبدیل می‌شود. پس بله، 100 بار بله. چرا امروز نباید خطر خوشبخت بودن را به جان خرید؟ منظورم خودم هستم. چرا دیگر مردی نباید به من اشتیاقی وافر داشته باشد؟ چرا نباید باز نوازشم کند همانطور که قبلا این کار را میکرد؟ آن هم در میان توده های شن کنار دریا، با آن خواهشی که آتش مرا میفهمید، موجهای به خواب رفتن را بیدار میکرد، خواهشم برای طوفان و غرق شدن را ارضا میکرد. فریادی کشیدم. خدای من، چقدر شرمنده‌ام. آنقدر فریاد کشیدم که حتما همه ساحل صدایم را شنید. سرخ می‌شوم. به هم ریختم. اگر مونیک بود، جرأت این کار را نداشت. حتی و به خصوص در حضور شوهرش. هرگز جرأت نداشت خود را رها کند. آن هم بین این همه آدم. می‌ترسید کسی او را غافلگیر کند. در بلوار ساحل مجاور خیابان دروته، زوج سالخورده دیشب در کافه ماهگونی را به جا می‌آورم. هر دو جلیقه بژ همرنگی پوشیدند، دست هم را گرفتند، انگار می‌خواهند اگر دست بر قضا باد خواست سرشان بدجنسی در بیاورد و آنها را از هم جدا کند، نگذارند آن یکی پرواز کند و از آنجا برود. اما آنها مرا نمی‌بینند. می‌لرزم. با خودم می‌گویم دلم می‌خواهد روزی مثل آنها شوم. می‌خواهم کسی در انتهای انگشتانم باشد که دیگر هرگز آنها را رها نکند. می‌خواهم دیگر از زمانی که در گذر است ترسی نداشته باشم. از کسالتی که تهدیدم می‌کند هم همینطور از عشقی که از میان می‌رود. داستانی می‌خواهم که تا آخر برود، آن هم در میان شیفتگی، مثل قصه فیلمون و بوزیس. می‌خواهم باور کنم که می‌توان همراه هم پیر شد، در یک لحظه مرد و مثل آنها به درخت تبدیل شد، به تنها یک درخت.
همین حالا میروم که به او بگویم بله، بگویم مرا بدزدید، نگه دارید. همین حالا میروم تا به او چیزهای برگشت ناپذیر بگویم. فصل 4. روز. پیش خدمت جوان دومین لیوان نوشیدنی محلی را پیشنهاد می‌دهد و امشب در حالی که سرخ می‌شویم پیشنهاد او را قبول می‌کنیم. این بار او در کنار آن چند زیتون و مقداری چیپس می‌آورد و این آخرین نوشیدنی زندگیمان حالت جشن کوچکی را دارد. دست‌هایمان بالای میز به هم می‌پیوندد، به هم لبخند می‌زنیم. در چهره‌هایمان هیچ ترسی نیست. مدت هاست آماده ایم. مدت هاست تن یکیمان رنج می‌کشد. انگشتانش خشک شده. بستن بند یک نیم چکمه یا گره کراوات به یک درد تبدیل شده. چشم‌های دیگری در ابهام فرو می‌رود و اشک‌هایی بسیار قدیمی می‌ریزد بیان که بتواند جلوی خود را بگیرد. راه رفتن خیلی زود فرسوده‌مان می‌کند. البته از آن صرف نظر نمی‌کنیم. سر و صدا سرمان را به درد می‌آورد و گاهی باید مدتی منطقی زمان بگیریم تا به درستی خاطرات را به یاد بیاوریم. اسمی بر چهره‌ای بگذاریم. همه آن چیزهای زندگیمان را به یاد بیاوریم که خوشبختی ما در با هم بودن را ساخت. بیقراری‌هایمان برنده می‌شوند. آنها ما را شایسته و گاهی جریحه‌دار می‌سازند. شکم‌هایمان رفته رفته کمتر با چیزهایی که دوست داشتیم کنار می‌آیند. یک چای ولرم دهانمان را می‌سوزاند. دندان‌هایمان خرد می‌شود. لبخندمان درخشش خود را از دست داده. دست‌هایمان خشک می‌شود. انگشتانمان زنگ می‌زند. لب‌هایمان می‌لرزد. بعضی واژه‌ها دیگر نمی‌توانند آنها را تازه کنند و این واژه‌ها که از خاطرمان رفته‌اند به ما هشدار می‌دهند که پیوندهایمان نخنما شده می‌فرساید و صبح زیبایی یکی از ما این خطر را به جا می‌خرد که دیگری را غال بگذارد، او را در سرطان تنهایی و شرم از انحطاط رها کند. نمیدونم دوست دارم که بقیه‌اش هم بخونم ولی فکر می‌کنم به اینکه بتونید تصمیم بگیرین که این کتاب رو بخونید یا نه کافی بوده باشه. امیدوارم که لذت برده باشین و خیلی برای من جالبه هر آدمی از نقطه نظر خودش به عشق نگاه میکنه، چه توی رابطه عاطفی باشه چه نباشه، چه قبلا عاشق شده باشه چه تا حالا عاشق نشده باشه. هر کسی یه زاویه دیدی داره و نه تنها زاویه دید تو که زاویه دیدت نسبت به بقیه اشتاقی که میبینی هم توی این داستان لحاظ شد. شما یه زوج کهنسالین 65-70 ساله و یک دو تا نوجوان رو میبینین که خیلی عاشق همه و اینکه شما چی فکر میکنین راجع به اون دوتا خیلی جالبه. یعنی که شما یه زن میان سالی هستین، همطور که خوندم تو فصل 3 فکر میکنم که زندگیشو از دست داده، جدا شده و زندگی مشترکش جدا شده و اینکه چطور نگاه میکنه به عشق بین دو تا کهنسال. به نظر من جالبه و امیدوارم که بخونین و لذت ببرین. اگر که کتابی هست که کم حجم داستان کوتاهی هست که به نظر شما زیبا بوده حتما به معرفیش کنین. حرف زدن از کتاب ها، خوندن کتاب ها همیشه من خوشحال میکنه. ممنونم که شنیدین.